دوست خوبم، میخوای اولین پریود یا قاعدگی تبدیل بشه به یکی از بهترین خاطرات خودت یا دخترای اطرافت؟ پس تا انتهای این ویدیو همراه من باش. تا حالا به این فکر کردی که پریود ماهیانه انتخاب نسل ماست و نسل‌های قبل‌تر به دلیل ازدواج در سن پایین و به دنبال اون بارداری‌های پشت سر هم در سن باروری پریود رو به این صورت که برای ما اتفاق میفته تجربه نکردن؟ در اون زمان وقتی برای زنی خونریزی واژینال اتفاق میافتاد از عبادتگاه‌ها اخراج میشد و حتی نباید با خدای خودش حرف میزد. و حاصل این تفکر احساس گناه و پلیدی و طرد شدگی در دوران پریود بود و این رنج روانی و به دنبال اون احساس بیماری در دوران پریود نسل به نسل منتقل شده و خیلی وقتها باعث تجربه دردهای جسمانی در بدنمون موقع پریود میشه. پس اگه میخوای به شناخت درستی از خودمون برسیم تا انتهای این ویدیو با من باش. اولین پریود 2 سال بعد از اولین تغییرات و نشانه های بلوغ اتفاق میفته و زندگی خانم ها رو از یک زندگی خطی به زندگی چرخه‌ای ماهیانه تبدیل میکنه. و خبر خوب این که پریود نشان دهنده کارکرد درست دستگاه هورمونی بدن ماست و باید برای این اتفاق به خودمون تبریک بگیم. اولین پریود ممکنه به طور ناگهانی به شکل خونریزی اتفاق بیفته یا به صورت ترشحات قهوه‌ای رنگ در 2 تا 3 روز اول باشه. بهترین کار اینه که از قبل برای این اتفاق آماده باشی و آموزش‌های لازم و اطلاعات درست رو در مورد علت پریود و اقدامات بهداشتی مربوط به اون رو از افراد مورد اعتماد و آگاه کسب کنی. مهمترین نکته‌ای که باید بدونی اینه: پریود بیماری نیست و بخش طبیعی و جدایی ناپذیر زندگی ماست و اگه نگاه درستی بهش داشته باشیم به جای احساس بیماری احساس لذت و آسودگی نصیبمون میشه. برای اینکه اولین پریود غافلگیرت نکنه سعی کن یه نوار بهداشتی داخل همه کیفات جاساز کنی. ولی اگه نوار بهداشتی همراه نبود میتونی یه قطعه بلند از دستمال توالت رو جدا کنی و روی هم تا بزنی و توی لباس زیر خودت قرار بدی. حتما قبل و بعد از تعویض پدها دستهات رو خوب بشور. معمولا میزان خونریزی در اولین پریود کمه و نوار بهداشتی هر 8 ساعت بسته به احساس رطوبتی که میکنی بهتره تعویض بشه. یادت باشه اگه به خاطر خونریزی زیاد مجبوری پدت رو تون عوض کنی یا احساس سرگیجه و تپش قلب داری حتما به پزشک مراجعه کن. مسئله بعدی درد پریوده که در اثر هورمونی به نام پروستاگلاندین ایجاد میشه که وجودش باعث انقباض عضلات رحم و تخلیه بافت‌های درون اون میشه. خبر خوب اینه که اگه شناخت خوبی از بدنت داشته باشی و بتونی سطح هورمون‌های شادی رو که در ویدیوهای قبلی گفتم رو در بدنت بالا نگه داری، بدنت به خوبی میتونه درد پریود رو مدیریت کنه و نیازی به داروی خاصی نیست. بهتره با استراحت، کمپرس گرم روی شکم و کمر، انجام تنفس‌های عمیق و ورزش‌هایی مثل یوگا درد پریود رو تسکین بدی. اما اگه درد شدیدی رو احساس می‌کنی، میتونی از مسکن‌های ضد التهاب مثل مفلامیک اسید استفاده کنی. از طرفی ممکنه هورمون پروستاگلاندین باعث افزایش حرکت روده‌ها و اسهال بشه که با خوردن غذاها و میوه‌های پرفیبر و خوردن مایعات میتونی باهاش کنار بیای. کاهش هورمون پروژسترون باعث دفع آب اضافی بدن و افزایش تولید ادرار میشه. بهتر خودت رو گرم نگه داری و از مواد ادرارآور مثل چای کمتر استفاده کنی و به جاش از دمنوش‌های گیاهی مثل استخوان‌دوست، بابونه و عناب استفاده کنی. دوست من، یادت باشه در روزهای پریود به خاطر افت هورمون‌های زنانه ما از نظر روحی در خلاق‌ترین و معنوی‌ترین حالت خودمون قرار داریم و بهتره از انجام کارهایی که ازشون لذت میبریم غافل نشیم. این ویدیو رو لایک کن و ویدیوهای بعدی من رو هم دنبال کن تا با هم در مسیر رشد و آگاهی قدم برداریم.
اینجا قراره با هم رشد کنیم.